با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. سامیان گرامی، حالا گفتاری سیوم و آخرین را از روی یکی از شاهکاری‌های بی‌نظیر ادبیات فارس و تاجیک، بوستان سعدی، پند و حکمت‌ها را در قرائت اشور، قطبیه اکرامی، فردوس یولداش و مغفرت یوسفی بشنوید. در اقصای عالم بگشتم بسی، بسر بردم ایام با هر کسی. تمتع به هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم. خلافی پیامبر کسی راه گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. یکی باب عدل است و تدبیر رای، نگهبانی خلق و ترس خدای. دوم باب احسان نهادم اساس، که منعم کند فضل حق را سپاس. سوم باب عشق است و مستی و شور، نه عشقی که بندد در خود بزرگ. چهارم تواضع رضا پنجمی، ششم ذکر مرد قناعت گزین. به هفتم در از عالم تربیت، به هشتم در از شکر بر عافیت. نهم باب توبه است و راه ثواب، دهم در مناجات و ختم کتاب. رهین است روی از طریقت متا، بینی گام و کام که داری بیا. نصیحت کسی سودمند آیدش، که گفتار سعدی پسند آیدش. بیرو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاجدار. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. طبیعت شود مرد را بخردی، به امید نیکی و بیم بدی. گر این هر دو در پادشه یافتی، در اقلیم و موکش بنه یافتی. الا تا نپیچید
سر از عدل و رای، که مردم زی دستت نپیچند پای. گریزد رعیت زی بیدادگر، کند نام زشتش به گیتی ثمر. بسی بر نیاید که بنیاد خود، بکند آن که بنهاد بنیادی بر. تنت زورمند است و لشکرگران، ولیکن در اقلیم دشمن مران. که وی بر حصاری گریزد بلند، رسد کشوری بیگنه را گزند. یکی عدل تا نام نیکو برد، یکی ظلم تا مال گرد آورد. یکی عاطفت سیرتی خویش کرد، درم داد و تیمار درویش خورد. بنا کرد و نام داد و لشکر نباخت، شب از بهر درویش شبخانه ساخت. یکی پند میداد فرزند را، نگه دار پندی خردمند را. مکن جور با خردگان پسر، که یک روز افتد بزرگی بسر. چی خوش گفت بازارگانی اسیر، چو گردش گرفتند دزدان به تیر. چو مردانگی آید از رهزنان، چی مردان لشکر چی خیلی زنان. چی خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. به پرویزنی معرفت بیخته، به شهری ظرافت برآمیخته. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم در بسوزم رواست، تو را گریه و سوز بار چراست. بگفت ای هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهادم آتش به سر می رود. همه گفت و هر لحظه سیلابی درد، فرو می دویدش بر رخسار زرد. که ای مدعی عشق کاری تو نیست، که نه صبر داری نه یارایی است. یکی زهره خرج کردن نداشت،
زرش بود و یارای خوردن نداشت. نخوردی که خاطر برا سایدش، ندادی که فردا بکار آیدش. زی خاک آفریدت خداوندی پاک، پس بنده افتادگی کن چه خاک. حریص و جهان سوز و سرکش مباش، زی خاک آفریدندت آتش مباش. به چابکتر از خود مینداز تیر، چو افتد دامن به دندان بگیر. در اوراق سعدی چنان پند نیست، که چون پای دیوار کندی مایست. شنیدم که دیناری از مفلسی، بیفتاد و مسکین بجستش بسی. با آخر سری ناامیدی بیتافت، یکی دیگرش ناطلب کرده یافت. سخن سودمند است اگر بشنوی، به مردان رسی گر طریقت روی. مقامی بیابی گرت ره دهند، که بر خوان عزت سماطت نهند. الا ای خردمند بسیار هوش، اگر هوشمندی به من دار گوش. بلند آسمان زیر پای آوری، اگر پندی سعدی به جای آوری. چی خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. اگر شربت بایدت سودمند، زی سعدی ستان تلخ داروی پند. به پرویزنی معرفت بیخته، به شهدی ظرافت برآمیخته. کهن سالی آمد به نزدی طبیب، ز نالیدنش تا به مردن قریب. که دستم برک بر نهی نیک رای،
که پایم همی بر نیاید ز جای. چی خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. با پرویزنی معرفت بیخته، به شهری ظرافت برآمیخته. ز غفلت بدادی ز دست آبی پاک، چی چاره کنم جز تیمم به خاک. چو از چابکان در دویدن گرو، نبردی هم افتان و خیزان بیرو. گران باد پایان بیرفتن تیز، تو بی دست و پا از نشستن بخیز. یکی باب عدل است و تدبیر رای، نگهبانی خلق و ترس خدای. دوم باب احسان نهادم اساس، که منعم کند فضل حق را سپاس. سوم باب عشق است و مستی و شور، نه عشقی که بندد در خود بزور. چهارم تواضع رضا پنجمین، ششم ذکر مرد قناعت گزین. به هفتم در از عالمی تربیت، به هشتم در از شکر بر عافیت. نهم باب توبه است و راهی ثواب، دهم در مناجات و ختم کتاب. شنوندگان ارجمند، شما گفتاری سیوم و آخرین را از روی بوستان سعدی پند و حکمت ها در قرائت اشور اشور، قطبیه اکرامی، فردوس یولداش و مغفرت یوسفی شنیدید. کارگردانی برنامه شیرعلی نفضلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.